ادامه برنامه میخوایم با مهمان برنامه هم سخن بشیم و حال میزبان یکی از ملی پوشان و قهرمانان ایران هستیم، آقای کاظم پنجوی، متولد 1344 مهاباد، قهرمان سابق وزنه‌برداری ایران طی سالهای 1367 تا 1373، قهرمان مسابقات بین‌المللی جام نامجو در سالهای 1368 و 1171، مدال نقره قهرمانی آسیا رو ایشون در سال 1993 در تبریز به دست آورد، مدال نقره مسابقات بین‌المللی وارنا 1171، مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا 1368، مقام چهارم قهرمانی آسیا 1989 در چین و عضو تیم ملی ایران بودند. در المپیک 1992 بارسلونا رکورددار پیشکسوتان جهان 2002 ملبورن هستند و بهترین وزنه‌بردار سال 2005 مسابقات ادمونتون در کانادا شدند. رکورددار پیشکسوتان بریتانیا هستند. مربی تیم ملی زیر 17 سال بریتانیا طی سالهای 2003 2004 بودند و مربی تیم ملی زیر 23 سال بریتانیا طی سالهای 2005 و 2006. یک در واقع میشه گفت رزومه و کارنامه بزرگ و بلند بالایی دارن آقای پنجوی. امشب این افتخار داریم که در خدمت شما باشیم. آقای پنجوی، از اینکه به این برنامه اومدید ازتون تشکر میکنم، بهتون خوش آمد میگم. وقتتون بخیر در لندن. شما خسته نباشین، خیلی ممنون. جناب پنجوی، ما این مقداری از فرصت برنامه رو در مورد مسائل دیگه صحبت کردیم، میخوایم به وزنه‌برداری موضوع اصلی این برنامه بپردازیم. پیش از هر چیز فقط بگم که در مورد 78مین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان میخوام از شما بپرسم که عملکرد ایران رو چگونه ارزیابی میکنید؟ من به عنوان عضو سابق تیم ملی ایران وقتی این مدالا رو دیدم اینقدر خوشحال شدم که حد نداشت. خوشبختانه بعد چندین سال الان یه طلا و یه نقره برنز داریم که ثمره زحمات بچهای ما بودن. بعد از این مدت‌ها واقعا جای خوشحالیه. ولی خب میتونست اصغرم ابراهیم میتونست با 180 ضربم میتونست توی برنزو بگیره که باید تو گروه بی بود، شانس گروه ای رو نداشت که ببینه. ولی در دسته 69 کیلو شانس داشتیم که مرتضی که تو دسته ای بودن میتونستن رقابت‌ها رو ببینه. در دسته بی که اگه با نفر اول رقابت میکرد شانسش خیلی بیشتر بود که در بار سومش میتونست بهتر کار بکنه که وزنه سنگینی فقط بار سومش که لازم نبود اینقدر سنگین باشه به نظر من. ولی خوشبختانه خیلی خوب بود واقعا. این نتیجه که گرفتن بچه‌ها مخصوصا با اینکه الان کادر فنی هم جدیدش عوض شده و کلا همه دارن روی سیستم جدید کار میکنن، واقعا جای خوشحالیه. خب به حال مرتضی رضاییان در وزن 69 کیلوگرم حذف شد، در کیانوش رستمی در 77 در یک ضرب برنز گرفت، ولی در مجموع چهارم شد و اصغر ابراهیمی کاپیتان تیم ایران در 94 کیلوگرم 14ام شد. در 105 محسن بیرانوند و محمد رضا براری 13ام و 14ام شدند و همین تصویری که الان می‌بینید سلیمی موفق شد در به علاوه 105 کیلوگرم دو مدال نقره بگیره و مدال طلا مجموع بگیره. به شما هم تبریک میگم. من خیلی کوتاه میخوام در مورد مدیریت و سرپرستی و این دور از بره از زمان در وزنه‌برداری ایران که خب آقای رضازاده خودشون قهرمان جهان بودن، قوی ترین مرد جهان بودن، در دست دارن. پس از اون مسائلی که اتفاق افتاده میخوایم وارد حاشیه بشیم، چون به اندازه کافی حاشیه در مطبوعات ایران و تلویزیون ایران هست، در موردش صحبت میشه، ولی ما میخوایم به بحث دیگه برسیم. شما فکر میکنید که این بعد از سال 2006 و اون مسئله دوپینگی ها و مسئله سعید حسینی اگه حالا محرومیتش کوتاه بشه یا نه، شما فکر میکنید که روند وزنه‌برداری رو به رشد هست یا آینده چندان درخشان در انتظارش نیست و کار رو به جور دیگه شروع کرد؟ من فکر میکنم الان که کادر فنی داره روی نوجوانان کار میکنه، جوانان کار میکنه. الان میبینیم که کیانوش رستمی 19 سالشه و شانس سوم که شد هیچی، طلای جهانی هم داره تو جوانان. همچین شخصی و افراد هم مثل کیانوش فکر کنم تو اردو زیاد باشن که از سرمایه‌گذاری که روی این جوانان میشه در 2-3 سال آینده ما خیلی خیلی بیشتر خواهیم دید اگه همین روال طی بشه و به قول معروف سیستم بازم عوض نشه. ولی کادر جدید که اومدن واقعا دارن روی با توجه سیستم قدیم برمیگردن به کار خوش انجام بدن، خوب بلند شدن. خب یه چانس این 2-3 ساله رو یه خورده عدم هماهنگی بین بچه‌ها و بعد بالاخره این مسئله که پیش میاد حاشیه‌ای برای فدراسیون جهانی و اینا باعث میشه که افت و خیزی پیدا بشه. ولی من خیلی امیدوارم که در 1 سال 2 سال آینده مخصوصا برای 2012 2 تا 3 تا مدال داشته باشیم از طرف ایران توی 3 تا.
خب ما قطعا در مورد وزنه برداری و عملکردش رو میگذاریم در مسابقات گوانگجو که 2 ماه دیگه برگزار میشه و میایم اونجا در واقع میسنجیم عملکرد تیم رو. حتما در یک برنامه در خدمت خودتون. اما به قدیم ها اشاره کردین، خودتون هم قدیما قهرمانی های مختلفی رو واسه ایران به دست آوردید. اگه موافق باشین برای اینکه خاطره اون روزها زنده بشه واسه علاقه‌مندان به وزنه برداری و برگردیم به زمانهای حدود 20 سال پیش، یک تصویر رو با هم ببینیم و بعد با هم ادامه بدیم برنامه. یک بار دیگه در روی صحنه ظاهر میشه. 140 کیلوگرم رو کاظم برای حرکت یک ضرب انتخاب کرده. این چهره کاظم پنجوی وزنه‌بردار خوب آذربایجان غربی و کشورمون هست. کاظم پنجوی اگه موفق بشه این وزن رو بالای سر خودش قرار بده، 2.5 کیلوگرم در واقع رکورد خودش رو ترقی داده. به راحتی کاظم پنجوی به راحتی زیر این وزنه بلند میشه و به شکلی که ملاحظه کردید موفق میشه که رکورد خودش رو 2.5 کیلوگرم ترقی بده. 140 کیلوگرم در حرکت یک ضرب در دسته 70 کیلوگرم و مورد تشویق تماشاگران. خب جناب آقای پنجوی، از اون روزها سالیانی میگذره اما شما ماشاءالله هنوز هم ادامه میدارید میدید و خوب هم بزنید به تخته خوب موندید و خوب ورزش رو هم ورزش شما رو حفظ کرده و شما سعی کردید که این تجربیات انتقال بدید. حالا بعداً به فرزندان قهرمانتون هم میرسیم، اما میخوام در مورد خودتون یه مقدار توضیح بدید. شاید بینندگانی که شما رو طی دهه 60 و 70 اوایل 70 در ایران میدیدند و در مسابقات هم دورهای شما که به جنگ پولاد سرد میرفتن و هم دوستانی که جدید و نوجوان هستن و جدیداً به این ورزش علاقه‌مند شدن، دوست دارم با شما بیشتر آشنا بشن. شما از خودتون بگید که چی شد وزنه برداری رو شروع کردید در مهاباد و بعد چگونه این مدارج رو طی کردید؟ اگر در چند دقیقه یک سری بزنیم به اون روزهای گذشته و چی شد که کشور رو ترک کردید به انگلستان رفتید؟ سریع بگم که قول معروف داستان زیاد طولانی نشه. تو شهر ما امکانات ورزشی زیاد نه، اون صورت زیاد نیستش که از ژیمناستیک و کنگ فو که شروع کردیم انقلاب شد و بعد دیگه خانه جوانان رو گرفتن از ما دیگه. فقط ما دیگه آواره چی بهش میگن محیطای خاکی اینا بودیم که تو کنگ فو کار میکردیم. بعد خوشبختانه آقای احمد نژاد رو من کار کرد که مربی عزیز من هستن و تونستم بعد از 1-2 ماه جزو تیم استان بشم. در 2 سال تونستم تیم ملی جوانان ایران در حیفه شرکت بکنم. بعد از 3 سال قهرمانی کارگران ایران مقام آوردم. بعد از 4 سال تونستم به عنوان اردوی تیم ملی را پیدا میکنم و که مسابقات وارونا اولین مسابقم بود که 5م شدم سال 90. بعد دیگه قهرمانی آسیا رفتم چین و اونجا 4م شدم که اولین حضور بین المللی من بود و همینطور 7 سال من تونستم در لباس مقدس تیم ملی بپوشم که بهش افتخار میکنم هنوزم که اینجا هستش. و آخرین بهترین کاری که تونستم رو انجام دادم به قول معروف تو چیز رکورد 70 کیلو که 140 و 175 ضرب زدم که اون موقع رکورد مثلا 2 برابر وزن خودم بود که اون موقع به بهترین وزنه سال انتخاب شدم در سال با اهواز بعد با عباس طالبی خدا رحمتش کنه. و دیگه از اون موقع همزمان مربی هم بودم تیم ملی جوانان، مربی تیم استان بودم و برای شهرستان خودمون دانشگاه‌های ارومیه همینطور مسابقات اونجا برگزار می‌کنیم برای دانشگاه‌ها تا اینکه تونستم لیسانسمو بگیرم و مسئول ورزش پیرانشهر شدم، رئیس بدنی که بنا به دلیل نامعلوم منو کردن معاون و که من مثلا ناراحت کرد و چندی ما اعتراض کردم خبری نشد دیگه فایده نداره دیگه. من اومدم بیرون و اومدم انگلستان که تونستم اینجا در عرض بعد از 3 سال باشگاه درست کنم برای خودم، چامپیون جیم یعنی باشگاه قهرمان، که تونستم باشگاه 7 سال نگه دارم که تو این 7 سال مقامات زیادی داشتیم. برای من از بچه‌های ایرانی شروع کردم، از خانواده خودم شروع کردم و چند قهرمان انگلیس، بریتانیا و
خود من رکوردهای لیگ بریتانیا رو دست دارم و تونستم رکورد بزرگسالان جهانم در 2000 به دست بگیرم توی المپیک بزرگسالان. و از اونجا دیگه خوشبختانه به خاطر کاربرد خوبی که داشتم در زمینه تیم باشگاهی، من به مربی تیم ملی انگلستان انتخاب شدم 2004 2005 2006 که زیر 17 ساله ها و زیر 20 ساله ها، که 2007 من بنا به دلایلی که با فدراسیون کار مربیگری یه خورده اختلاف عقیده پیدا کردیم که من استفاده دادم. خب همینجا شما نگه دارید، من سوال میخوام از شما بکنم در مورد این که خب برادرتون عضو تیم ملی بریتانیا بود در مسابقات المپیک آتن 2004 و شما هم